صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای خدایی که قدوس و توانایی، مهربانی و کریمی، رحیمی و محبتی، به درگاه تو روی آورده و تو را که شایسته پرستش و ستایش می باشی می پرستیم. تو را شکر می کنیم که این روز را به ما عطا کرده ای تا در فیض و رحمتت ای خدای تعالی در بزرگی و قدرتت تو را بشناسیم و در زندگیمون از تو پیروی کنیم. تمنا می کنیم ای پروردگار مهربان، بگذار که ما روز به روز به تو نزدیکتر شده و در ملکوت سماویت و در حضور تو زندگی کنیم. که خدایا تو ما را خلق کردی و تو اشتیاق به وصالت را در روحمان به وجود آورده ای. به درگاهت آمده ایم تا ما را از گمراهی برهانی. پس تمنا این که در این ساعت با ما سخن بگو تا ما را از گمراهی رهانیده و در راه شناخت و حقیقت تو موفق گردیم. این تمنا را به نامی عیسی مسیح زنده، کلمه آشکار شده تو می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. عیسی مسیح می فرماید: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. خدای تعالی با عطا کردن انجیل مقدس زندگی و تعلیمات عیسی مسیح را در اختیار همه انسان‌ها نهاده است تا آنانی که طالب درک ملکوت اویند و می‌خواهند به او برسند با پیروی از رفتار و کردار و گفتار عیسی مسیح و نمونه گرفتن از او این اطمینان را تحصیل کنند که در حضور خدا راه یافته و اراده او را به جا می‌آورند. ای عزیزان، ما از فصل اول آیات در کلام خداوند براتون خواندیم و اتفاقات و تعلیمات و معجزات عیسی مسیح را براتون شرح دادیم. در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به فصل 16 نموده و 17 آیه اول را براتون میخونیم. برای منظور از شما دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به انجیل شریف به قلم متی رسول باز کنید و توجه خود را به زندگی و گفتار عیسی مسیح جلب نمایید. باشد که شما که شیفته عدالت و طالب حکمت و ندای آسمانی هستید، با تسلیم شدن به او امروز غذای روح خود را دریافت دارید. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. گوش کنید به آیات کلام خدا. می‌فرماید: آنگاه فریسیان و صدوقیان نزد او آمده از روی امتحان از عیسی آیتی خواستند، آیت آسمانی تا برایشان ظاهر سازد. عیسی آنان را جواب داد: ای ریاکاران، شما در وقت عصر میگویید هوا خوش خواهد بود زیرا آسمان سرخ است، و صبحگاهان میگویید امروز هوا بد خواهد شد زیرا که آسمان سرخ و گرفته است. ای ریاکاران، شما میدانید صورت آسمان را تمیز دهید،
شما می توانید تشخیص بدهید اما علامت زمانها را نمی توانید؟ فرقه شریر زناکار آیتی می طلبند، ولی آیتی بدیشان عطا نخواهد شد جز آیت یونس نبی. پس ایشان را رها کرد و روانه شد. آیاتی که از فصل 16 انجیل شریف متی خدمتتون خواندم مشاجره بین عیسی مسیح و رؤسای دینی یهود را به ما نشان می‌دهد و می‌بینیم که سرانجام سبب میشه که عیسی آن دیار را ترک کند. عیسی مسیح در ابتدای مأموریتش همه مردم را دعوت به سوی خود می‌کرد و پیام خود را در جمله خلاصه نموده و گفته بود که توبه کنید زیرا ملکوت خدا نزدیک است. ولی رؤسای دینی یهود خود را گناهکار و خطاکار نمی‌دانستند که بیان توبه کنند. بنابراین پیام عیسی مسیح را مبنی بر توبه کردن نپذیرفتند. اما حضور عیسی مسیح در زندگی اجتماعی و تعلیمات و اعمالش در میان مردم سبب شده بود که خطایای مخفی رؤسای دینی آشکار بشه و این امر آنان را شدیداً رنج می‌داد. بارها رؤسای مذهبی به مخالفت بر علیه عیسی مسیح پرداختند. در فصل 12 پس از اینکه در برابر چشمان آنان معجزه می کند، آنها می گویند که به ما علامتی بده تا ثابت بشه که تو آن موعود هستی. عیسی مسیح از بی ایمانی آنان در شگفت میشه. وقتی مسیح خواسته آنان را میشنود متوجه میشه که موضوع چیزی دیگریه. آنها واقعا نشان و علامتی که باعث هدایتشون بشه نمیخواهند، بلکه میخواهند او را برده و تسلیم خودشون کنن. به عبارت دیگر میخوان بر مسیح فرمان برانن. چرا؟ چون در برابر چشمان آنان معجزه کرده بود اما معجزه او را نپذیرفته بودند. آنها واقعا نشان علامتی که باعث هدایتشون باشه نبودن. در این آیات عین همان موضوع پس از مدتی مجددا تکرار میشه. رؤسای دینی میان و به عیسی مسیح میگویند برای ما معجزه‌ای بکن. اما عیسی هیچ وقت معجزه‌ای برای خودش و یا برای نفع شخصی دیگران انجام نداده بود. او قدرت خدا را برای نیازمندان به کار می برد و نه برای بهانه جویان. روی همین است به آنان رو کرده و میگوید شما که خوب می توانید وضع هوا را پیش بینی کنید، اگر در عصر آسمان سرخ باشه میگویید فردا هوا خوبه و اگر صبح آسمان سرخ باشه میگویید هوا بارانی میشه. چطور این چیزها را میدانید ولی نمیتوانید علائم و نشانهای این زمانها را درک کنید؟ به عبارت دیگر مسیح میگوید این همه معجزه و کارهای عجیب میان شما انجام دادم ولی شما حاضر به پذیرفتن من نبودید. اگر صادقانه طالب بودید و میخواستید ببینید که من از جانب خدام یا نه، میتوانستید خیلی راحت پی ببرید که من کی هستم. چرا؟ چون که این همه معجزات مسیح در برابر آنان کرده بود. سپس آنان را افراد ریاکار و گناهکار خطاب کرده و میگوید این ملت گناهکار و بی ایمان معجزه آسمانی میخواهند. ولی غیر از معجزه یونس معجزه دیگری به آنها داده نخواهد شد. عیسی این را میگوید و از آنان جدا میشه. حالا سوال میشه که مقصود عیسی از این که جز معجزه یونس به آنها چیزی داده نمیشود چیه؟ دوستان عزیز، یونس پیامبر خدا بود که از خدای تعالی دستور میگیره که به شهر نینوا پایتخت آشور بره و پیام حق را به مردم بتپرست نینوا برسونه و آنان را دعوت به توبه کند. اما یونس از فرمان خدا سرپیچی میکنه و به جهت مخالف میره. سوار کشتی میشه، به جای اینکه به نینوا برود به سوی ترشیش میره. خدا طوفان مهیبی میفرستد که پس از مدتی ملاحان یونس را به داخل آب میاندازند. بعد ماهی بزرگی میاد و یونس را زنده زنده میبلد. 3 روز یونس در شکم ماهی بود. بعد به امر خدا آن ماهی یونس را بر سواحل شرقی قی می کند و یونس این بار به شهر نینوا می رود و مردم را دعوت به توبه می کند. حالا آنچه که عیسی مسیح در اینجا میگوید اشاره به مرگ خودش است. او میخواد در واقع مرگ خودش رو پیشگویی کنه و به آنان بگوید که این ملت شاهد مرگ و قیام و رستاخیز او خواهند شد. مسیح مرگ خود را که 3 روز بود در واقع پیشگویی میکند و آن را با 3 روزی که یونس در شکم ماهی بود مقایسه مینماید.
پس از آن عیسی آن محل را ترک میکنه و شروع به تعلیم دادن شاگردانش میکند. از آیه 5 الی 12 تعلیمات مسیح را به شاگردانش میبینیم. میفرماید: و شاگردان عیسی چون بدان طرف میرفتند فراموش کردند که نان بردارند. عیسی ایشان را گفت: آگاه باشید که از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید. پس شاگردان در خود تفکر نموده گفتند: از آن است که نان بر نداشته ایم. عیسی افکار آنان را درک نموده گفت: ای سست ایمانان، چرا در خود تفکر میکنید از آن جهت که نان نیاورده اید؟ آیا هنوز نفهمیده اید و یاد نیاورده اید که آن 5 نان و 5,000 نفر و چند سبدی را که برداشتید و نه آن 7 نان و 4,000 نفر و چند زنبیلی را که برداشتید؟ پس چرا نمیفهمید که در باره نان شما را نگفتم که از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید؟ آنگاه آنان دریافتند که مقصود مسیح نه از خمیرمایه نان بلکه از تعلیم فریسیان و صدوقیان است که حکم به احتیاط فرموده است. در این آیات ملاحظه می‌کنیم که وقتی عیسی به همراه شاگردانش به ساحل دریا میرسند، شاگردان متوجه میشن که فراموش کردن با خودشون نان برای خوردن بیاورن، در حالی که در این فکر بودن که چرا یادشون رفته نون نیارند. عیسی به آنها میگه: ای شاگردان، مواظب باشید و خودتون رو از خمیرمایه رؤسای مذهبی دور نگاه دارید. شاگردان خیال کردن که مسیح این حرف را برای این میزنه که آنها فراموش کرده بودن نانو بیاورن، ولی عیسی توجه آنان را به موضوع بسیار مهمتری جلب میکنه و میگوید که شما چرا متوجه واقعیت نیستید؟ آیا فراموش کردید که چگونه در برابر چشمانتون معجزه کردم و یک بار 5,000 و بار دیگر 4,000 نفر را از 5 نان و 7 نان سیر کردم؟ چرا فکرتون به امور دنیوی است ای کم ایمانان؟ مقصود مسیح از خمیرمایه همانا تعلیمات غلط و نادرست رؤسای مذهبی بود که عیسی مسیح از شاگردانش می‌خواهد که فریب تعلیمات رؤسای دینی را نخورند. دوستان، خمیرمایه در کتاب مقدس سمبل شرارت و گناه و بدی است و همانطوری که یک ذره خمیرمایه خمیر تازه را مخمر می کند و نفوذ بسیار زیادی داره، به همان نحو عیسی مسیح به شاگردان خودش اخطار میده که تعلیمات نادرست رؤسای مذهبی اثرات بسیار نامطلوبی رو بر زندگیشون به جا خواهد آورد اگر آن را بپذیرن. در واقع با بیان این جملات عیسی مسیح به من و شما اخطار میدهد که هر تعلیمی رو نباید پذیرفت. اگر ما جزو رؤسای مذهبی هستیم، مسئولیت دینی داریم، بایستی قبل از بیان هر تعلیمی مطمئن باشیم که آنچه میگوییم کاملا درست و صحیح است. اگر رهبر مذهبی هستیم، باید بدانیم که مردم از روی ایمان به ما معتقدند و حرفای ما در آنان اثر داره. پس اگر تعلیم خطا بدهیم و باعث گمراهی آنان شویم، در حضور خدا عذابی بس سخت‌تر در انتظار ماست. ما که مسئولیت داریم، بایستی در مسئولیت خود امین و وفادار باشیم. ولی دوستان، اگر ما رهبر مذهبی نیستیم، عیسی مسیح به من و شما تعلیم میده که فراموش نکنید رهبران مذهبی همیشه درستگو نیستن، همیشه کامل نیستن و من و شما نباید هر حرفی که از مذهبیون بشنویم چشم بسته آن را بپذیریم. اعتماد چیز بسیار خوبیه، اما خداوند از ما انتظار داره که چشم بسته هر چیزی رو قبول نکنیم و فراموش نکنید که خیلی از بدبختی‌های بشر از آن جهت بوده که مردم با ساده دلی هرچه رهبران مذهبی گفتن را پذیرفتن و حکمت و فهم خودشون در ارادهشون نقشی نداشته است و این درست نیست. اخطار عیسی مسیح را دوستان به خاطر بسپارید و فراموش نکنید که هر کسی در روز داوری شخصاً باید پاسخ زندگی و اعمال و گفتارش را در حضور خداوند بدهد. و اگر در حضور خدا بگوییم خدایا فلان عمل رو من انجام دادم چون فلانی گفته بود و فلانی رئیس مذهبی بود، خداوند این بهانه و ایرادها را نخواهد پذیرفت. او میگوید که من به تو عقل و حکمت دادم که بری تحقیق کنی چرا این کار رو نکردی. بعد از اخطاری که عیسی مسیح به رسولانش در مورد تعلیمات غلط از جانب رؤسای مذهبی و حذر کردن از آن،
مسیح به نواحی قیصریه فیلیپوس میره که در شمال اسرائیل بود. در کشور اسرائیل 3 شهر به اسم قیصریه وجود داشت، اما قیصریه فیلیپوس در شمال دریای جلیل قرار داشت و از این پس می‌بینیم که عیسی کم کم از شمال اسرائیل به طرف جنوب میاد و به اورشلیم میره تا او را بکشن و مصلوب کنن. در واقع از این فصل ما با هفته‌های آخر زندگی عیسی مسیح در این عالم روبرو میشویم و وقتی که او به قیصره میره از شاگردانش سوال میکنه و میپرسد که مردم مرا کی میدانند؟ عیسی مسیح مدت تقریباً 2 سال و نیم در این زمان با شاگرداش بوده. حالا عیسی این سوال را میپرسه چون میخواهد مطمئن شود که رسولانش لااقل به این 2 موضوع مهم پی بردن که اول او چه کسیه، یعنی آیا واقعا متوجه شدن که عیسی همان مسیح موعود است یا نه، و دوم اینکه قصد نهایی او چه بوده، یعنی برای چه عیسی مسیح به این جهان آمده است. و دوستان عزیز، این 2 مطلب را همه ما باید به خوبی متوجه شویم اگر میخواهیم مسیحی باشیم. یعنی اول باید بدانیم که عیسی مسیح واقعا کی بود و دوم برای چه به این دنیا آمد، هدف از آمدنش چه بود. گوش کنید به آیات این موضوع. آیه 13 اینطور می‌فرماید: و هنگامی که عیسی به نواحی قیصریه فیلیپوس آمد، از شاگردان خود پرسیده گفت: مردم مرا که پسر انسانم چه شخص میگویند یا که میدانند؟ آیه 14 جواب شاگردان است که میگوید: ای استاد، بعضی از مردم، دقت کنید، نه خود شاگردان بلکه بعضی از مردم میگویند بعضی از مردم شما را یحیای نبی، بعضی ها الیاس پیامبر و بعضی ها ارمیای نبی و گروهی تو را یکی از انبیای معمولی میدانند. حالا سوال مسیح را باید امروز از مردم نیز پرسید، زیرا او امروز نیز از من و شما سوال می‌کند که شما مرا که می‌دانید؟ بدون شک اگر امروز به خیابان برویم و از مردم عادی این سوال را بکنیم که مسیح کیه، صدها جواب مختلف را خواهیم شنید، زیرا شخصیت او جدال آمیزترین شخصیت در عالم بشریت بوده و هنوز هم هست. شخصیت او جدال آفرین در تاریخ بشریت بوده است و برای همین است که اگر از مردم سوال کنید شاید همون جوابی که مردم زمان خودش داشتن را بشنوید، که بعضیا خیال می‌کردند عیسی همان یحیای تعمید دهنده است که هرودیوس او را به قتل رسانیده و حالا مجددا زنده شده و معجزات عظیمه می‌کند. یحیی پیامبر بسیار بزرگی بود و مردم او را به خوبی می‌شناختند و احترام می‌گذاشتند. و دوستان، در دنیای ما امروز نیز خیلی ها هستند وقتی میپرسید که عیسی چه کسیه، میگویند که او بزرگترین معلم اخلاق بشریت بوده که جهان به خودش دیده است. گروه دیگر از مردم خیال میکردند که عیسی الیاس نبی بوده است. برای یهودیان هیچ جای شک و تردید نبود که الیاس از بزرگترین انبیا بود. و دوستان عزیز، امروز هم هستند افرادی که عیسی را یکی از انبیای بزرگ میدانند. گروه دیگر از مردم عیسی مسیح را با ارمیای نبی مقایسه می‌کردند، زیرا ارمیا به پیامبر گریان مسما بود و چون دیده بودند که عیسی برای جماعت رحم و شفقت بسیار دارد و حتی اشک او را که به خاطر مردم ریخته بود مشاهده کرده بودند، همه می‌گفتند که عیسی مثل ارمیای نبی است. و سرانجام گروهی بودند که عیسی را مثل سایر انبیای خدا می‌دانستند که با دیگران هیچ فرقی ندارد. این عقیده مردم زمان مسیح بود و عقیده بسیاری از مردم امروز نیز هست. چرا؟ چون او را آنطوری که باید و شاید نمیشناسند. اما شاگردانش که حدود 3 سال با او بودند و شب و روز شاهد اعمال و گفتار و تعلیمات عیسی بودند، او را بیش از دیگران میشناختند. و برای همین بود که عیسی خواست ببینند که آیا آنان او را میشناسند، او را شناختند و یا مانند دیگر مردم فکر میکنند. برای همینه که رو به آنان می کند و از آنان می پرسد که شما، نه مردم، شما مرا کی می دانید؟ زمان آن فرا رسیده بود که شاگردان مسیح به نتیجه نهایی در مورد شخصیت عیسی برسند. پتروس که ظاهراً سخنگوی همه آنان بود و یا به نمایندگی دیگران صحبت می کرد، فرمود: تویی مسیح پسر خدای زنده. تویی مسیح پسر خدای زنده. جواب پتروس معنی بسیاری دارد. مسیح به معنی ماشی است و یا به معنی آن موعود. آن موعودی که از ابتدا برگزیده شده تا نجات دهنده جهان شود.
مسیح به معنی مسح شده، برگزیده شده است از جانب خدای تعالی. و با گفتن اینکه تو مسیح پسر خدای زنده هستی، پتروس میگوید تو آن مسیح موعودی هستی که خدای تعالی را به بشر آشکار میکنی. دوستان، باید در جملاتی که حضرت پتروس میگوید توجه خاصی مبذول داشت. بیان جمله پسر خدای زنده مسیح بودن او را برتر از هر شخص دیگری می کند. زیرا پسر در اینجا نه به معنی تولید جسمانی، بلکه به معنی همشکل و همسیرت بودن با خدای تعالی است. خدای تعالی در تورات وعده داده بود که زمانی خواهد رسید که با انسانها به نحو مخصوصی سخن خواهد گفت و خیشتن را به آنان آشکار می کند. و حالا زمان به کمال رسیده و این مکاشفه خدا در عیسی مسیح آشکار گردیده و رسولان او شاهد این مکاشفه خدا بودند. به عبارت دیگر میگویند تو آن مسیحی هستی که خداوند از ابتدا برگزیده تا موعود و نجات دهنده ما باشی. شناخت عیسی مسیح آنطوری که بود فقط و فقط توسط روح قدوس خدا بر رسولان مسیح آشکار کردید. و دوستان عزیز، آن هم راهی است که من و شما میتوانیم مسیح را بشناسیم. گوش کنید به آنچه که خود عیسی مسیح میفرماید. عیسی در جواب پتروس او را نکوهش نمیکنه، بلکه میگوید خوشا به حال تو ای شمعون ابن یونا، خوشا به حال تو ای شمعون ابن یونا، زیرا جسم و خون این را بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است. یعنی توسط عقل و حکمت خودت و توسط استدلال انسانیت متوجه نشدی که من مسیح موعود و فرزند خدا یکتا هستم. خیر، بلکه این خدا یکتا بود، این پدر روحانی بود که این را بر تو کشف کرده است. و دوستان عزیز، پذیرفتن این که عیسی همان مسیح موعود و فرزند مطلق خدای تعالی است، خدای بی نیاز و بی شریک و بی جسم، جز به وسیله روح القدس میسر نمی باشد. من و شما نمی توانیم اسرار الهی را جز توسط روح خدا درک کنیم. و تا روح الهی در قلب و وجود شما جای نداشته باشد، هرگز قادر نخواهید بود که بزرگی و شخصیت حقیقی عیسی مسیح را دریابید. زیرا چیزهای روحانی و سماوی به وسیله روح راستی آشکار می‌گردد و هیچ کس نمی‌تواند الوهیت کامل مسیح را درک کند و آن را بپذیرد مگر اینکه از روح خدا پر شده باشه و مگر اینکه خود خدای یکتا آن را توسط روح القدسش بر او مکشوف سازه، همونطوری که به پتروس مکشوف گردانید. اگر شما می‌خواهید مسیح را بشناسید، بایستی از روح القدس پر شوید. بایستی روح خدا را در وجود خودتون جای دهید و از طریق روح راستی و روح پاک الهی اسرار الهی را درک کنید. معنویت، دوستان عزیز، بایستی با روح پاک تحقیق کرد و در آن نفوذ نمود. از آیه 17 اینطور می‌خوانیم: عیسی در جواب وی گفت خوشا به حال تو ای شمعون ابن یونا، زیرا جسم و خون این را، یعنی مسیح بودن و پسر خدا بودن عیسی را بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است. و من نیز تو را میگویم که تو ای پتروس، توی پتروس، و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو میسپارم و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود. مقصود مسیح از این آیات چیه؟ یعنی چه وقتی میگوید که تو پتروس، یعنی سنگ هستی و من روی این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و تمام قدرت‌های جهنم هم که جمع شوند نمیتوانند آن را نابود کنند. و من کلیدهای سلطنت خدا را در اختیار تو میگذارم تا روی زمین هر دری را ببندی در آسمان هم بسته شود و هر دری را اینجا باز کنی در آسمان هم باز شود. دوستان عزیز، این آیات معنی بسیار عمیقی داره. حالا مطلب اول اینه که اسم پتروس به معنی سنگ کوچک است. هر اسمی دارای معنی می باشه و پتروس هم به معنی سنگ کوچکه و مسیح او را سنگ کوچک خطاب میکنه. سنگ یا صخره اساس ایمان است. اساس ایمان در مسیحیت چیه؟ مقام و الوهیت مسیح، یعنی بدانیم مسیح کیه و چه کاری کرد. در واقع
اساس مسیحیت همان خود مسیحه. کلیسای مسیح بر تعلیمات و شخصیت و اوامر مسیح بنا شده. حالا مقصود مسیح که من کلیسای خود را بر این صخره بنا می کنم اینه که کلیسای من بر روی این حقیقت الهی. کدام حقیقت؟ حقیقت الهی این که عیسی مسیح و پسر خدای زنده است بنا می کنم. به عبارت کلیسای مسیح بر اساس این واقعیت آیه‌ای که پتروس میگوید بنا می شود. یعنی کسانی که مرا آنطور که هستم بشناسن، یعنی مسیح رو بشناسن و بپذیرن، آنان کلیسا را تشکیل میدن. و دوستان عزیز، بایستی یادآور بشم که کلیسا نه به معنی ساختمانه بلکه به معنی جمع ایمانداران است. هر جایی که ایمانداران به مسیح باشن در آنجا کلیسا هست. هر جایی که ایمانداران مسیح هستن آنجا کلیسا هست. کلیسا ساختمان نیست. بعضی‌ها خیال میکنن با مانع شدن به بناسازی عبادتگاه‌های مسیحی مانع بنای کلیسا هستن. خیر، کلیسا از آجر و سنگ و سیمان و ساختمان‌های معمولی تشکیل نشده، بلکه از ایمانداران تشکیل شده است، زیرا که او زنده است و در قلب‌های ایمانداران سلطنت می‌کند. راستی دوستان عزیز، شما چه؟ شما عیسی را کی می‌دانید؟ آیا مانند دیگر مردم ها فقط او را یک پیغمبر اولوالعزم میشناسید؟ حقیقت اینه که اگر اینطور فکر میکنید هنوز به شخصیت واقعی عیسی مسیح پی نبردید. در عیسی مسیح کلمه حق خدای تعالی خیشتن را به بشر شناسانیده، مکشوف کرده، با بشر سخن گفته. البته هرگز مقام بزرگ او را درک نخواهید کرد اگر از روح خدا پر نشده باشید. اگر واقعا طالب این هستی که حقیقت را بیابید، در راه حق پیش برید، لازمه که از خداوند تعالی بخواهید که به شما روح القدس را عنایت فرماید تا توسط روح القدس او را بشناسید. زیرا فقط روح راستی است قادر است که اسرار الهی را بر ما آشکار کند. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.